دمی سایه گرمبه شد خود انداختم که یک وقت خاک و دود در آسمان بود. بعد دوم دفعه که سعی کردیم یک دو سه نفر زخمی بودک افتیده بود بازوارم در سراچه سفید بالا کرد رفتک. باز بار دوم که دم سر پل استاد عسکر که بره باز اوس یک دانه اردوی ملی با نظامی کالای نظامی پوشیده بود صدا میکرد عسکر اردو را امنیت میگفت اینجاست اونجاست بینمی خاطر کلاگی را جمع کرد در مایبند یک دفعه تلفات سر گرفت انفجار داد بسته مردم اوگار رو زخمی و کشته داد. اول یک دانه چسبکی بود و خیلی که چی شده که انفجار کرد. بعد از او که پلیس اردوی ملی جمع شد دوباره جمع شد در بین انواع باز پیره دویم انتحاری شد. سه نفر من اینجا با چشم خود دیدم که زخمی شد. یک بایسکلکی بود پایش هم اوگار شده بود گوشایش هم نمیشنوید مسکین بیخیلی وضعیتش خراب بوده. Çık kolu, afkara emni o çare.